و اینجا یک کلوبند بسیار مقبول است حساب. از جمله هم چیزای شیک بسیار مقبول. پشتش پر است و جالی باف است. میبینیم بسیار محکم کار شده. اینی هم گوشوارش است که همراهش یک جای. این را وزن کنیم دیگه حتما. اینی هم دیگه در جنچوری است که هم دایره 21 ساخته شده. بله، چوری ها رو معرفی میکنیم. 42 گرم 16 میلی وزن از این گلوبند ماست. 4 لکبانی میشه و به حساب دلار امریکایی 6200 دلار میشه. 6200 بله. بسیار عالی. و یا یک سیت بسیار مقبول است اینجا. پشتش پر است میبینین و بسیار یک ساخت خوبش داره. بسیار ظریف کار شده، مورا کار شده در بینش. بسیار مقبول. دیدار جان یا وزن چرا نه؟ او را وزن میکنیم. اینی در جنچوری هم شما معرفی کنیم. بله. ماشاءالله بسیار یک چوری مقبول است اینجا میبینین. رنگ بسیار خوبش داره. بلکن درست نشانش بدم. این سیت ما 105 گرم 82 میلی است. عیار 21 است. دیزاین دوبای است. 10,05,000 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی 15,500 دلار میشه. 15,500 دلار. بله. بسیار عالی. و این چوری ها رو دیدار جان چقدر است وزنش؟ او را وزن میکنیم. وزن کردم 88 گرم 34 میلی. بسیار خوب. قیمت از این چوری های ما به نرخ امروز 8,39,000 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی 12,900 دلار میشه. 12,900 بله. دلار. بسیار خوب. این چوری ها رو برای دوستا وزن کنیم. یا شاید همو 88 باشن. بازم یک وزنش میکنم. ببینید. نه خیلی چوری ها کمتر است. 62 گرم 65 میلی وزن داره. 5,95,000 افغانی شد و به حساب دلار امریکایی 9,100 دلار شد. 9,100 دلار. بله. بسیار خوب. این چوری ها را از نزدیک ببینین. واقعا هم بسیار مقبول است. کمر تمامش از تردار است. بسیار خوبش کار شده و چیزی نیست که در لباس بند شود. بسیار راحت. جالی باف است. بسیار راحت. چقدر میشه وزنش؟ او را وزن میکنیم. این چوری ها چوتی باب ماست که هم بسیار محکم است. بله. این چوری 75 گرم 90 میلی وزن داره. بسیار خوب. 7,21,000 افغانی میشه و به حساب دلار 11,100 دلار میشه. 11,100 دلار. 11,100 بله.